جوانی 24 ساله تاجیک ابراهیم عزیزوف در شهر نیویورک در نتیجه صدمه نقلیاتی فاجعه بار به هلاکت رسید. در این باره روزنامه نگاری تاجیک مقیمی امریکا طلبشاه مقیموف در صحیفه‌اش در اینستاگرام خبر داده است. بنا به گزارش صدمه صبح روز 31 ایول ساعت 5 به وقوع پیوسته است. در یکی از جاده‌های منهتن خودروی جوانی تاجیک با ماشینی بارکش برخورده است. در نتیجه ابراهیم عزیزوف جوانی 24 ساله تاجیک به هلاکت رسیده است. به قول طلبشاه مقیموف ابراهیم جوانی با تربیت و باسواد، خوشرفتار و داننده زبان‌های تاجیکی، روسی، انگلیسی، چینی و ترکی بوده است و به ورزش هم شغل داشته است. دارای خصلت‌های نیک انسانی، جوانی با ننگ و ناموس و وطن دوست بود، نوشته است طلبشاه. دانشجوی تاجیک در وقت‌های فارغ از درس در سه‌چرخه مسافربری ریکشا کار می‌کرده است. همکاران او با اهل خانواده‌اش اظهار همدردی می‌کنند. همه رانندگان این جاده که از کشورهای گوناگونند از او امروز با چشمگیریان یاد می‌کنند. ابراهیم جوانمرگ اکنون نقشه‌های خود را ناتمام و آرزوهای پدر و مادرش را با خود برد آمده است در نامه. در زیر نواری که طلبشاه مقیموف به یاد جوانی غور مرگ نشر کرده است، کاربران و یار و دوستان با اهل خانواده مرحوم اظهار همدردی کرده به پدر و مادر جوان صبر جمیل خواستند.